سلام دوستان، خسته نباشید. دیدید تو بعضی از این برنامه تبلیغ میاد بالا. اومدم امروز یه روشی بگم که کلا همه‌شون رو قطع کنید. اول وارد تنظیمات گوشیتون بشید. حالا من رمزشم بزنم. تو این قسمت جستجوی تنظیمات اونجا DNS رو وارد کنید. DNS. اگه زبون گوشیتون انگلیسی باشه این بالا میاد پرایوت DNS. نه اگه فارسی باشه، چون مال من فارسیه، اینجا نوشته خصوصی DNS. تو همه گوشی ها، پوکو، سامسونگ، شیائومی، همشون اینجوریه. روی این خصوصی میزنیم. خاموش، خودکار، نام میزبان. روی نام میزبان بذار نشونتونم بدم.